با عرض سلام و درود ادب و احترام به شما همراهان بیننده عزیز و بسیار ارجمند. امیدوارم در سال نو حالتان خوب و خوش باشد و در این سال به شما موفقیت، پیروزی و تمام خوبی های زندگی را تمنا داریم. و حالا میخواستم که چند پارچه از یکی از کتاب‌های بسیار مشهور و خواندنی راندا برن را برای شما نقل کرده باشم که روانشناسان و منقدان و عموما آنهایی که به قانون جذب باور دارند به این نکته باور دارند که هیچ وقت کلمه های نمیشود، نمیتوانم، ندارم را استفاده نبرید، زیرا هیچ وقت از نداشتن و یا کمبود سخن نگوید، چون که از قانون شما بر شما حکم می شود که این قانون جذب است و قانون جذب این را سابق کرده است که هر آنچه که در اندیشه می پرورید در زندگی شما پیش می آید. و این پارچه که من برای شما خواندم از کتاب راندا برن بود که با نام راز امروز در سرتاسر جهان با نام سکرت و زبان‌های مختلف ترجمه شد و خوشبختانه این کتاب رو مرکز خرد منتشر کرد و امروز این کتاب دسترسی وسیع خوانندگان قرار دارد. کتاب با زبان تاجیکی و بسیار ساده و عامه‌فهم نشر گردیده است. باوری کامل داریم که شما هیچ وقت از خواندن این کتاب پشیمان نخواهید شد، چون که در این کتاب عالمان و فیلسوفان بسیار شناخته جهانی از جمله جک کولفین، مایک دولی، دکتر جو ویتل و امثال این روانشناسان و فیلسوفان و چقدر که گفتم نفرایی که به قانون جذب سالهای سال تحقیقات کردن نظر و اندیششون رو در این کتاب آوردن. کتاب چندان صحیفه بزرگ ندارد، همگی 134 صحیفه می باشد و توصیه میدیم که این کتاب رو حتما مطالعه کنید. اگر مطالعه کرده دوباره حتما مطالعه، چون که این کتاب‌هایی هستند که به یک بار خواندن کمی میکند و به همین خاطر شما میتوانید کتاب‌های ما رو در همین سوپرمارکت‌ها یاور و حتی شکل اودیو کلیگی کتاب رو، یعنی شکل کتاب گویایی کتاب رو که اودیویی کرده در کانال یوتیوب کانال خرد ما گذاشته، میتوانید رایگان از آن استفاده برید و همین شما برار با مرکز خرد بمانید.